سلام خدمت شما جناب نجفی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ما کلی درخواست داشتیم از همشهریان عزیزمون در ترای سیتی که با توجه به کاندید شدن شما در انتخابات استانی BC میخواستن یه سری سوالاتی رو مطرح بکنیم از شما و جواب رو از شما داشته باشیم. من ممنون میشم اگه کامل خودتون معرفی کنین و بعد بریم سراغ سوالا. اولا خیلی ممنون جناب دکتر عبدی از اینکه بی‌طرفانه از همه کاندیداها دعوت کردید. من خوشحالم که بتونم به عنوان یک هموطن جوابها رو بدم. ازتون تشکر میکنم از انجمن ایرانیان ترای سیتی و خود عالی. من حامد هستم، 20 ساله که در کوکودلند، تمام زندگی کانادای من در کوکودلند بوده و مهندس الکترونیک هستم و در واقع اینجا اومدیم همون مشکلی که همه دوستان دارن. وقتی که رسیدیم اینجا اون در واقع مهندسی ما به اون شکلی که باید قبول نشد و خب به ترتیب از کارهای پایین تا به مدیریت و کارهای بالاتر رسیدیم و در ریل استیت فعالیت داشتم و الان دلم میخواد که بتونم به این جامعه‌ای که ما درش هستیم یه کمکی بکنم. به این دلیل در واقع کاندیدا شدیم و در خدمتتون هستم با هر سوالی که. خیلی هم خوب، باعث افتخار هستید. فقط حزبتون هم بگین از کدوم حزب کاندید شدید؟ بله، من از حزب کانسرواتیو برای کوکودلند و ملاردویل کاندید شدم و امیدواریم که بتونیم اینجا رو یک جای بهتری برای همه شهروندان و علل خصوص دوستان داشته باشیم. حتما. خب من با اجازهتون یه سری سوالایی برای ما فرستادن که به ترتیب اهمیتی که داشته و تعدادی که ما سوالا رو گرفتیم از خدمتتون میپرسم. اگه بشه خلاصه هم جواب بدیم ممنون. سعی خودم میکنم. مرسی. اولین سوال در مورد بحران مسکن هست تو استانمون که خب اینا سوال میپرسن که نظر شما چیه و آیا برنامه چیزی حزب داره برای این مسئله برای رفع این مشکل یا نه؟ بله، واقعیت اینه که ما میگیم هر کسی که بتونه سخت کار بکنه و بتونه خودش درآمد خوبی داشته باشه باید بتونه یه مسکن خوبی رو تهیه کنه، ولی در حال حاضر زیر در واقع چتر آقای بی و NDP این موضوع نتونسته برقرار بشه و افراد هرچی تلاش میکنن نمیتونن برسن به اونجا. ما یه طرحی داریم به نام طرح Build Get BC Build که در اون در واقع بیشتر تمرکزمون در این خواهد بود که اولا با کمبود مسکن و گرانی مقابله بکنیم و میخوایم اون رد تیپ ها و یا اون در واقع مسائلی که جلوی ساخت و ساز رو میگیره رو آسون بکنیم و این به این صورت خواهد بود که اولا با شهرداری ها کار خواهیم کرد. یک چیزی در حدود 1 میلیارد دلار در سال ما تعهد کردیم که در اختیار شهرداری ها بذاریم تا بتونن این اینفراستراکچر یا اون مسائل زیربنایی رو بتونن تهیه بکنن. متاسفانه دولت استانی اومده و برای این شهرداری ها تعیین تکلیف کرده که باید یک حرکاتی رو انجام بدن، ساخت و ساز داشته باشن و شهرداری ها باید این رو مهندسی بکنن، مسائل زیربناییش رو بتونن تهیه بکنن و این مشکل بزرگی شده در اونجا و این قانون گرفتن جواز و شروع به کار رو برای ساخت و ساز رو خیلی زمان طولانی میگذارن، نیاز پیدا میکنه. ما این رو میخوایم از سالها به ماهها کاهش بدیم که این هزینه ها کم بشه. در این حال یک ریلیف یا یک تخفیفی هم برای مسکن، یکی از بزرگترین تکس ریلیف یا تخفیفات تکسی رو داریم و اون رو حالا گفتن دوستان راستد ریبیت به نام رهبرمون که ماهی $3000 برای کسانی که چه اجاره دارن میدن، چه کسانی که در واقع مورگیج دارن، استراتا فی دارن، این رو تا $3000 رو در واقع از تکسشون راید آف میکنن و این بهشون یه به اصطلاح بوستی میده که بتونن در واقع با این مسئله گرانی بتونن مقابله بکنن. خیلی ممنون. سوال دومی که خیلی هم ما در قد سوال داشتیم در این زمینه مسئله اعتیاد این و مواد مخدر هست. به خصوص مادری پرسیدن که خب من الان بچه‌م میاد از مدرسه میگه که وید قانونی دولت گذاشته، شما نمیدونی این مفید هست برامون، شما خبر نداری.
این گفته که نظر خودتون چیه و حزب در حقیقت عملکردش چی خواهد بود در این زمینه؟ بله خیلی ممنون. در واقع واقعیتش اینه که ترودو و ایوی این مواد مخدر رو آزاد کردن و این در واقع حتی به پلیس یا نیروهای به قول ما انتظامی اجازه نمیده که برن و با اینها مقابله بکنن. بزرگترین و یا اولین کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که اینو کریمینالایزش بکنیم، یعنی این باید بشه غیر قانونی. در حال حاضر همینجور که فرمودین مواد مخدر قانونی هست و پلیس هم هیچ حرکتی نمیتونه بکنه و این باید وایسته و ما این مراکزی رو که در واقع برای تزریق یا برای حتی استنشاق درست کردن اینها رو میخوایم تبدیل بکنیم به جایی که به اینها اجازه بده اعتیادشون رو ترک بکنن. به جای اینکه مواد مخدر رو بهشون برسونیم ما این تسهیلات رو برای در واقع ترک اعتیاد براشون آماده بکنیم. همین سوالی که شما میکنید من هر روز میرم در خونه ها رو میزنم، تقریبا همه درهای کوکتلم رو زدم، عین همین سوال رو یک نفر از من پرسید که بچهشون آورده و میگه این خیلی هم سیفه چون خود دولت کانادا داره میده و میخواست استفاده کنه و متاسفانه باعث مشکلاتی زیادی شده. بلافاصله این رو میخوایم ما تغییر بدیم. بسیار عالی. سوال بعدی که اینم خیلی در حقیقت سوال شده، تقریبا 30-40 نفر اینو فرستادن برامون. یه مسئله‌ای که هست میگن که خب این مسئله LGBTQ اینا ما همه این رو قبول داریم، میپذیریمش و قابل احترام هستن، ولی این که در مدارس ابتدایی و اینا که هنوز بچه هیچی نمیدونه این داره تبلیغ میشه و یه جوری گسترش داده میشه، خب قابل قبول خیلی از خانواده‌ها نیست. نظر شما در مورد و حزب در این مورد چی است؟ ببین ما خب حزب ما به همه احترام میذاره، حالا از هر نژاد، فرقه و یا هر در واقع شرایطی از LGBT باشه، دین و مذهب، همه چی. مخالفت ما با این هست که این در واقع تبلیغ نشه در مدارس در سنین پایین و بذارن بچه ها به سنی برسن یا به بلوغ برسن و اینها در اونجا بهتر متوجه این موضوع بشن. و اگر که این موضوع حتی برای کسانی وجود داره و نیاز به راهنمایی دارن و نیاز به آموزش دارن، این باید بین اون بچه و متخصص یا دکتری که در واقع در این زمینه تبحر داره انجام بشه، نه در مدارس بخواد این آموزش داده بشه. این چیزی است که بین متخصصین و اون فرد باید باشه. عالی. سوال بعدی در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی است. شما میدونید دیگه بعضی بیمارستان ها، درمانگاه ها 9 ساعت 10 ساعت تأخیر تو اورژانس ها. نظرتون در مورد این چیه و چجوری میتونید این مشکل رو حلش کنید؟ ببینید واقعیت مطلب همینجور که فرمودین ما خیلی در واقع کمبود پرسنل بهداشتی داریم و در حتی روستاها یا جاهای در واقع غیر مرکزی این موضوع به وجود میاد که اورژانس ها تعطیل میشن و یکی از مواردی که ما میخوایم داشته باشیم، مثل خود من مهندس هستم و با تاییدیه و همه چی اومدم اینجا و من میبینم خیلی از دکترها، پرستارها از کشورهای مختلف میان اینجا و متاسفانه مدارکشون به طور مورد تایید قرار نمیگیره و راهی که برای رسیدن به اون مدرک و سرتیفای شدنشون هست اونقدر طولانیه که خیلی از دوستان، حتما شما در جریان هستین، کارهای غیر تخصصی رو دارن انجام میدن. خب ما این رو باید برگردونیم. و دومین چیزی که هست، ما یه طرح داریم به عنوان patient first، یعنی هسته بهداشت رو میذاریم بر مبنای بیمار، نه بر مبنای بیروکراسی و کاغذبازی. ما میخوایم تمام اینها رو در واقع پاک بکنیم و در واقع تمرکز روی اون بیمار باشه. بله. و این زمانهای طولانی رو میخوایم کوتاه بکنیم و بله در واقع به این شکل میخوایم. آیا ایده یا عقیده در ارتباط با بخش خصوصی هم دارین یا نه؟
ببینید ما یکی از چیزهایی هست، این یک در واقع گمراهی هست که بعضی از دوستان دارن. ما میخوایم بخش خصوصی رو بیاریم وارد این قضیه بکنیم، ولی نه به این صورت که الان تبلیغات نادرستی داره میشه. ما به هیچ وجه نمیخوایم هیچ بودجه‌ای رو کسر بکنیم، هیچ سرویسی رو کم بکنیم. و اینکه بخش خصوصی وقتی گفته میشه دوستان فکر میکنن که حالا باید ما پولشو بدیم. هیچ کسی از نظر مالی هیچ تغییری در نوع پرداخت به وجود نخواهد اومد، فقط نوع سرویس بهتر میشه. به چه صورت؟ وقتی که بخش خصوصی میاد، الان بخش دولتی وقتی میخواد یه بیمارستانی رو درست بکنه یا یه مجموعه رو راه بندازه، به اصطلاح رته موانع بسیار زیادی داره، چه بودجه باشه چه تصمیم گیری باشه، ولی بخش خصوصی میاد خیلی سریع این رو آماده میکنه. و ما در واقع ساخت و ساز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی این باعث تسریع میشه. و وقتی که میگیم سنتر در واقع تمرکز روی بیمار هست، بیمار تصمیم میگیره که کجا میخواد بره، ولی هزینه هاش از همین هلتکر یونیورسال پرداخت میشه. یعنی هزینه‌ای برای بیمار نداره، فقط تسریع میشه در این که مراکز بیشتری باشه و سرویس های بهتری. در حقیقت بخش خصوصی سرمایه گذاری میکنه، بعد از پیشنت و اینا دولت پرداختش میکنه. بله. یعنی تصمیم رو بیمار میگیره که کجا بره. خب این سوال آخرمون در مورد کسب و کارها هست که چه استراتژی رو در این ارتباط حزب محافظه کار داره؟ بله، والا واقعیتش الان در شرایط فعلی با وجود دولت NDP و EB این متاسفانه تورم تقریبا داره منفجر میشه. نه کارگر نه کارمند نه بیزنس ها میتونن فعالیتشون رو انجام بدن و متاسفانه بیزینس ها به جای اینکه تشویق بشن یه جورایی تنبیه میشن، چون وقتی که درآمدی دارن این تکسی که ازشون گرفته میشه به میزان بالا باعث میشه که اینا از اینجا برن. ما میخوایم در واقع این تکس رو به 1% کاهش بدیم که برای این دوستانی که کارآفرین هستن بتونن بیان اینجا و بتونن فعالیت بکنن. این اولین چیز هست. و بعد میخوایم این مجوزهایی که برای ساخت و ساز و برای شروع کسب نیاز دارن، این مجوزها رو راحت‌تر و سریع‌تر بکنیم که اینقدر منتظر نشن تا بتونن کارشون رو انجام بدن. و یکی دیگه از مسائلی که هست، ما میخوایم این مراکز شهرها رو بتونیم سیفشون بکنیم، برای اینکه در حال حاضر در واقع این سیف بودن یا این امنیت در علل خصوص مرکز شهرها از بین رفته و بیزنس ها یا این در واقع کسب و کارهای کوچیک میان و چون بستر مناسب نیست از اینجا میرن. اینها کارهایی هست که ما در خدمت. عالی. خب من خودم هم یه سوال حالا شخصی دارم با توجه به که فعالیت های زیادی داشتم تو شهر و مدت مدیدی هست. برای خود من شخصا میخواستم ببینم نظر شخصی خودت در ارتباط با عواملی که از رژیم به عنوان جنایت کردن اونجا، بعد تشریف آوردن اینجا و الان به راحتی اینجا دارن زندگی میکنن، یا پولهای کثیفی رو که البته پولهای سالم نه، پولهای کثیفی که دزدی شده و اومده اینجا، اینا رو نظرت چیه؟ نظر شخصی البته. البته همونجور که فرمودین این خارج از حیطه استانی هست و من خب به عنوان سیاستمدار یا از طرف حزب نمیتونم این رو بگم، ولی نظر شخصی من هست که کارها همه باید درست انجام بشه. هر کار نادرستی، چه پول باشه چه حرکات باشه، جاش در اینجا نیست. ما نمیخوایم بذاریم در این جایی که اومدیم، همه ما اومدیم در اینجا در کنار هم یه زندگی خوبی در صلح و آرامش داشته باشیم و این مواردی که شما فرمودین که از راه‌های نادرست و
نامناسب به وجود اومده بخواد بیاد وارد این قضیه بشه. نظر شخصی من اینه که اینها همه باید جلوش گرفته بشه و این کارها در اینجا انجام نشه. خیلی ممنون. پس شما هم در حقیقت با من هم نظرین دیگه، اینها جاشون در کانادا نیست. جایی که قانون حکم فرماست اینا نمیتونن اینجا باشن. بله. البته من راجع به کانادا نمیتونم با نظر شما موافقم، ولی حیطه اختیارات من در حد استانیه. همون نظرات شما مهمه به هر حال برای همه و ممنون از اینکه در خدمتتون تشریف آوردین، در خدمتتون بودیم. اگه میشه بگین که تاریخ انتخابات کیه و چه ساعتی است که همشهریان ما اگه خواستم 100%. دوستان و عزیزان، انتخابات استانی در روز شنبه 19 اکتبر خواهد بود. 8 صبح تا 8 شب خواهد بود. در واقع حوزه های متعددی، من از کوکوتلند ملاردویل در واقع کاندید هستم و در اینجا 14 حوزه وجود داره. شمردنش خیلی زیاد خواهد بود، ولی در وبسایت الکشن بی سی یا در وبسایت کانسرواتیو و میدونم احتمال خیلی زیاد همتون رو من اومدم دم در زدم دیدمتون و یا اون کارتی که من بهتون دادم دیدید، از اونجا میتونید در واقع اون رو اسکن بکنید و مراکز رو بهتون بگن. غالبا در مدارس و یا چرچ ها هستش. خیلی ممنونم از محبتتون. مرسی، لطف کردیم. متشکرم از محبتتون. خیلی ممنون.